دلیل زیر و بم بودن صدا چیست؟ با تشکیل صوت امواج صوتی ایجاد می گردد و انتقال صوت توسط امواج صوتی صورت می گیرد. کیفیت صوت وابسته است به فرکانسی، طول موج، دامنه اهتزاز و سرعت صوت. بنابراین به هر اندازه‌ای که تعداد اهتزازات بیشتر باشه و طول موج کمتر باشه، صدایی که تولید میشه یک صدای زیر یا باریک، و به هر اندازه‌ای که تعداد اهتزازات کمتر و طول موج بزرگتر میشه، صدایی که تولید میشه یک صدای بم است. بنابراین به خاطر از اینکه ما و شما بتانیم این موضوع را بهتر و خوبتر بر دانش آموزای خود تدریس و تفهیم کنیم، فعالیت را که ما در نظر گرفتم اجرا میکنم. برای اجرای این فعالیت ما و شما به یک عدد کارتن، 2 عدد پنسل و یک مقدار رابر ضرورت داریم. روش کار چه قسم است؟ من میگیرم رابر را که در دسترس داریم بالای از این کارتن نصب میسازم. وقتی رابر بالای کارتن قرار گرفت، بعدش چیکار میکنیم؟ با استفاده از 2 عدد پنسلی که داریم، یکی از پنسل ها را در این قسمت قرار میتیم، در یک انجام کارتن زیر رابر، و یکی از پنسل ها را در یک قسمت. وقتی پنسل ها تنظیم شد، مرحله بعدی چیکار میکنیم؟ من بالای رابر ضربه وارد میکنم، اما در جریانی که ضربه وارد میکنم اندازه رابر توسط از این پنسل کم و زیاد میسازم. ببینیم تغییرات صوت یا تغییرات صدا در اینجا چگونه است. دقت کنین. شما میبینید وقتی طول رابر بزرگ است، من اینجا ضربه وارد میکنم، اهتزازات در یک طول بزرگتر تقسیم میشه، بنابراین طول موج بزرگتر ایجاد میشه اینجا و تعداد اهتزازات کمتر میشه. صدایی که با یک طول بزرگتر رابر ایجاد میشه یک صدای نسبتاً غر یا دبل است، و به هر اندازه‌ای که اندازه رابر کمتر یا کوتاه‌تر شده میره، ضربه‌ای که اینجا وارد میشه اهتزازات بیشتر ایجاد میکنه، اما طول موج کمتر، و اینجا صدایی که ایجاد میشه یک صدای زیر یا باریک است. ما و شما میتونیم با اجرای از این فعالیت موضوع زیر و بم بودن صدا را بهتر و خوبتر توضیح بدیم.